هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ارشاد الهی برای توبه نصوح. برادران مسلمان، خداوند متعال ما و شما را به سوی توبه نصوح ارشاد نموده می فرماید: ای مؤمنان، به سوی الله توبه خالص کنید. سوره تحریم آیت 8. در بیان معنای کلمه نصوح اقوام صحابگان و تابعین زیاد است. از جمله ابن مسعود رضی الله عنه چنین میگوید: توبه نصوح توبه است که بعد وی دیگر بازگشت به سوی گناه نیست، چنانه که شیر دیگر به پیستا پس نگردد. عمر رضی الله عنه میگوید: توبه نصوح این است که از گناه توبه نمایی دیگر باز به آن بر نگردی و اراده گشتن را هم نداشته باشی. سعید ابن جبیر رضی الله عنه میگوید: توبه نصوح توبه مقبول است، مادامی که در آن سه شرط نباشد مقبول نیست. یکم، خوف از اینکه قبول نشود. دوم، امید بر اینکه قبول شود. سیوم، استمرار بر دوام و پیوست همیشگی با طاعت و عبادت. حسن بصری رحمت الله علیه میگوید: توبه نصوح این که گناهی را که دوست داشت بعد بیند و هر وقت که به یادش آمد طلب مغفرت کند. محمد پسر کعب قرظی رحمت الله علیه میگوید: توبه نصوح را همراه 4 چیز است: استغفار بر زبان، باز ایستادن و رها کردن وی با بدن، باز نگشتن در ضمیر و ترک گناه. فضیل پسر عیاض رحمت الله علیه میگوید: توبه نصوح این که گناه پیش چشمان وی باشد و گویا همیشه بر آن نظر میکند. برادران مسلمان، خداوند متعال باز به سوی توبه نصوح ارشاد نموده میفرماید: و توبه کنید به سوی الله همه ای مؤمنان شاید رستگار شوید. سوره نور آیت 31. قرطبی این آیت را چنین تفسیر کرده است: و توبه کنید به سوی الله، زیرا شما در ادای حقوق خداوند متعال از سهو و خطا خالی نباشید. در همه حالت توبه را ترک نکنید. این آیت در مدینه نازل شده است. خداوند متعال اهل ایمان و بهترین خلقش را بعد ایمان و صبرشان و هجرت و جهادشان خطاب به سوی توبه کرده است، زیرا توبه امید نجات و رستگاری توبه کنندگان است. توبه برای تو در جوانی و پیری، در فراخی و تنگی توشه است. او تا دم مرگ از تو جدا نمی شود. خداوند متعال ما را به سوی توبه دعوت داده میگوید: به سوی خداوند توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند و خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مائده آیت 74. بیان و سرزنش، یعنی به خداوند متعال توبه نمایند و صدر گناهایشان را بپرسند. از این خاطر مجاهد رحمت الله علیه می گفت: کسی که هر صبح و شام توبه ننماید از جمله ظالمان است. عبدالله بن حبیب می گوید: هر وقت که شما خداوند متعال را نافرمانی می کنید هرگز طاقت غضب او را ندارید. بنابر این باید هر صبح و شام سحر توبه نمایید. برادران مسلمان، خداوند بزرگ ما را به قبول توبه و بخشش گناهان وعده نموده است. الله تعالی می گوید: و آن که توبه را از بندگان خود قبول می کند و گناهان را می بخشد. سوره شورا آیت 25. بلکه خداوند دروازه های امید را برایمان باز نموده می فرماید: بگو از طرف من ای بندگان من، آنان که زیادتی کردن بر نفسان خود ناامید می شوند از مهربانی الله. به تحقیق الله می آمرزد همه گناهان را، هر آینه اوست آمرزگار و مهربان. سوره زمر آیت 253. ابن کثیر این آیت را چنین تفسیر کرده است: این آیت کریمه بر همه گناهکاران از کافران و غیر ایشان به سوی توبه دعوت بوده خبر می دهد که خداوند متعال همه گناهان را برای هر شخصی که توبه نماید و از آن دست کشد می بخشد، هرچند که بسیار هم باشد. از این آیت چنین مفهوم برداشتم که گناه بدون توبه بخشیده می شود، اما شرک برای کسانی که توبه ننمایند بخشیده نمی شود. برادران مسلمان،
آیا این آیت الهی تو را به سوی صدق و ایستادگی کامل در توبه دعوت نمی نماید؟ پس چگونه به سوی خداوند توبه نمی نمایی؟ از گناه به زودی و بردوام توبه کردن واجب می باشد. چرا توبه نمی نمایی؟ توبه راه سالکان به سوی خداوند و توشه مؤمنان به سوی جنت است. چرا توبه نمی نمایی؟ هیچ کس کامیاب و رستگار نشد مگر که به سبب توبه نمودن رستگار گردید. چرا توبه نمی نمایی؟ مرگ و سختی جان کندن و قبر تاریک در انتظار است. چطور توبه نمی کنی که گذشتن از صراط در پیش است؟ چرا توبه نمی کنی؟ حاضر شدن در پیشگاه خداوند تو را انتظار است. چرا توبه نمی نمایی؟ دوزخ و آتش تفسان آن در پیش روی توست. چرا توبه نمی کنی؟ میخواهی که به جنت داخل شوی؟ چرا توبه نمی کنی؟ باز میخواهی جمال خدا را ببینی؟ به سوی توبه و خالص برای خداوند متعال بشتاب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.